یا الله امشب با حجاب و بی حجاب برای من فرقی نمیکنه ها. همتونو با هم یک جا از دم دوست دارم ها. یک جا دوست دارم همتونو. بوسه بدتر سختو میچریه ها. یعنی این سری دیگه خیلی بد فرو کردم به داخل. سلام علیکم بستنی کیم. من فیضات هستم. خیلی خوش اومدید به کانال افق تکنولوژی کپی اغله. 3 تا ویدیو آماده کردم براتون. میخوام دانا دانا بهتون نشان بدم اینویزیبیلیتی شیلد یعنی سپر نامرئی یکی از پیشرفته ترین فناوری های نامرئی سازیه که بعد از 4 سال تحقیق و توسعه ارائه شده. این سپر با طراحی نوآورانه و مهندسی دقیق به شما این امکان رو میده که اشیا یا افراد رو در برابر بعضی از پس زمین‌ها کاملا نامرئی بکنید. جلال خالق. این سپر از پلیکربنات با کیفیت بالا ساخته شده که اون رو در برابر فشار خیلی زیاد و ضربه‌های شدید محافظت میکنه. طراحی یک پارچه اون از یک قطعه واحد باعث شده که نور بیشتری عبور بکنه و وضوح تصویر بهتری ارائه بده. این ساختار شفاف و محکم به کاربران اطمینان رو میده که سپر تو شرایط مختلف محیطی دوام داره. لنزای مهندسی شده دقیق توی این سپر به شکلی طراحی شدن که نور رو از سوژه دور میکنن. این فرایند باعث میشه شی یا فرد پشت سپر با پس زمینه ترکیب بشه و از دیدها ناپدید بشه. برای پس زمینه‌های مثل دیوار و گیاه و شن و ماسه هم بهترین عملکرد رو داره. این سپر کاملا مکانیکی عمل میکنه و هیچ نیازی به منبع برق یا باتری نداره. فقط کافیه اون رو تو محل مناسب قرار بدید. خیلی سبک و قابل حمله. دستگیره‌های ارگونومیک هم داره که استفاده اون رو خیلی راحت‌تر میکنه. تو 3 تا سایز کوچیک، متوسط، بزرگ عرضه شده که از $69 تا $400 هم قیمتشونه. این سپر مناسب برای پنهانسازی اشیاء مهم تو محیط‌های حساس، مناسب برای مأموریت‌های نظامی یا پلیسیه. حتی میشه از این سپر تو جلوه‌های ویژه تو پروژه‌های فیلمسازی یا تبلیغاتی هم استفاده کرد. جاهای دیگه هم که از این سپر میشه استفاده کرد تو نمایشگاه برای جلب توجه بازدیدکننده‌ها یا تست تکنولوژی نامرئی سازی. این سپر تو محیط‌های تفریحی یا خونه برای سرگرم کردن شوهرعمه‌های اسکلمون برای اینکه دیگه جوکای بی‌مزه تعریف نکنن. اما من و تو میدونیم از این سپر میشه کجا استفاده کرده. خدا رو شکر این سپر به ایران نیومده هنوز. اگر بیاد تو کشورمون من همینا ور میدارم میبرم میذارم پشت شمشادا توی پارک. زر میزنم به دوست دخترم میگم زکیه تزمین ماشینا لباس میباس چی خشیه. یعنی سری سوار شو ماشین یه دربست بگی لباس میباس همه رو بپوش بیا اینجا. آدرس بهش میدم وقتی اومد میبرمش پشت همین سپر میگم کندکاری کلا مصب کندکاری کن که میخوام باهات منز بازی کنم. از اون منزایی که زارتان زورتانش در میاد. زارتان زورتان نه زارتان زورتان. میخوام صداش برسه به حماس و فلسطین و لبنان که اسماعیل جنایتکار از من یاد بگیره. زارتان زورتان بازی کردن چه شکلی میشه. اسماعیل جنایتکار کپی اغله. خلاص اینکه این سپر نامرئی فناوری خیلی جذابه که مرزهای تکنولوژی رو واقعا جابجا کرده. من یکی که وقتی پیداش کردم خودم شوکه شدم. بریم اکیمینزی ویدیو یعنی ویدیوهای دوم. دستبند سایبراسلیت. سایبراسلیت یکی از گجت‌های نوآورانه و پیشرفته‌ایه که با ترکیب فناوری‌های مدرن به یه ابزار کاربردی تبدیل شده. این دستگاه با طراحی منحصر به فرد خودش یه امکاناتی رو به شما ارائه میده که مشابه گوشی‌های هوشمنده، اما با این تفاوت که مستقیم روی پوست بدن شما قابل استفاده است. این دستبند با 8 حسگر رو با کمک یه پروژکتور پیکو یه صفحه نمایش خیلی با کیفیت رو روی پوست دست شما ایجاد میکنه. این صفحه نمایش به شما به راحتی این امکانو میده که ایمیلاتون رو بخونید، وبگردی بکنید، تماس برقرار بکنید، پیام بدید، فیلم ببینید. دقیقاً تمامی امکانات یک گوشی هوشمند رو میتونید به روی پوست دستتون انتقال بدید. ضد آب بودن یکی از ویژگی‌های مهم این دستبنده که میتونید با خیال راحت اون رو توی حموم، زیر بارون یا هر محیط مرطوب دیگه به مچ دستتون ببندید و ازش استفاده بکنید. گفتم حموم یادی یه چیزی افتادم. خودتونم میدونید یاد چی افتادم. یادش بخیر. این گجت توی 10 رنگ مختلف 2 نسخه با ظرفیت‌های 16 گیگابایتی و 32 گیگابایتی عرضه شده. مجهز به وای فای و بلوتوثه که میتونه با سایر دستگاه مثل گوشی هوشمند، کامپیوتر
کامپیوتر و تبلت به راحتی کانکت بشه. این محصول توسط تیم GSI Arms از دانشگاه توکیو طراحی ساخته شده که میتونه این امکان رو به شما بده بدون نیاز به گوشی هوشمند تمامی کارهای روزمره خودتون رو با حرکات ساده دست روی پوست بدنتون انجام بدید. این گجت یه تحول بزرگ تو فناوری‌های مدرنه که یک انتخاب خیلی ایدئاله برای کسانی که به دنبال گجت‌های مدرن و آینده نگرن. بازم مثل همیشه باید بگم جلال خالق. بریم سراغ 3. ویدیو، یعنی ویدیوی سوم. هدرس سیف یک گاف صندوق کوچیک و هوشمنده که به شکل مخفیانه تو پشتی صندلی خودرو نصب میشه. این محصول به شکلی طراحی شده که امنیت وسایل ارزشمند شما رو توی خودرو تامین میکنه بدون اینکه توجه سارقان رو جلب بکنه. این دستگاه برای افراد عادی و افسران پلیس و حتی افرادی که نیاز به نگهداری اشیاء با ارزش توی سفر یا رفت و آمدهای خطرناک خیابونی دارن خیلی مناسبه. ساخته شده از فولاد با ضخامت 2 میلیمتر. طراحی خیلی محکم و ایمن که محافظت از اشیاء ارزشمند رو تضمین میکنه. به شکلی طراحی شده که تو عرض چند ثانیه بدون نیاز به ابزارهای پیچیده روی صندلی خودرو نصب میشه. کاملا مخفی و هماهنگ با طراحی داخلی خودروه. طراحی مخفی اون باعث میشه که حتی به عقل جن و روح پرفتوه جد بزرگوار هم نرسه که یک گاو صندوقی تو صندلی ماشین جاساز شده، مگر اینکه خفتگیرا و دزدهای مادر به خطا از قبل همچین چیزی رو توی ماشین دیده باشن. فضای داخلی اون به اندازه کافی بزرگه تا وسایلی مثل اسناد و مدارک، پول نقد، کارت‌های بانکی، جواهرات یا حتی یه اسلحه کوچیک رو تو خودش جا بده. نصب این گاف صندوق مناسب برای هر نوع خودرویی میتونه باشه و به هیچ وجه ظاهر عادی و اصلی خودرو رو تحت تاثیر قرار نمیده. به جان خودم این هنوز تو ایران نیومده. اگر بیاد توی این گاف صندوق عرق سگی، چیپس، ماست، موسیر، کاندوم، اسپیره، همه چی میذارن جاساز میکنن. اگر از این ویدیو خوشتان آمد بلایکید و بسابید و بکامنتید. تا ویدیوی بعد بیلر خداحافظ. وقتی میگن تکنولوژی میگم اینه بازی ما با فرض و توفق. تکنولوژی زندگی میشه تازه تر باهاش. اختراعات مدرن گجتای عجیب و غریبی. هوش مصنوعی میگه فرزاد تو خودت یه نابغه حسابی. از حلقه‌های هوشمند تا ماشین‌های خودران. فرزاد میگه بچه ها دنیا داره میشه کالیفان. توی کانال من دیدنی هر ویدیو هم طنز دارم هم جدی. شعار من شده تکنولوژی بی نهایت نو. یه جوری توضیح میدم دل گجت ها رو هم میبرم. هوش مصنوعی میگه من شاکرت فرزاد پس عقب نمیمونم. چی بهتر از دیدن تکنولوژی مدرن و ناب. همگام با هم میریم به سوی هر افق بی جواب. هوش مصنوعی و اینترنت چیزای جالبن. فرزاد میگه نترسید و لایک کنید جای قلباتون خالین. دنیا و پول میخنده به روی هر کسی اگه فقط صاف بشه و حمایت. کانال و فوق تکنولوژی. یه جوری توضیح میدم دل گجت ها رو هم میبرم. هوش مصنوعی میگه نه من شاکرت فرزاد پس عقب نمیمونم. چی بهتر از دیدن تکنولوژی مدرن و ناب. همگام با هم میریم به سوی